پسرم، آیا میدونی که جنت به پول است و دوزخ به پول؟ خیر، دوزخ با پول است، جنت به پول. گوش کن پسرم، قماربازی میکنی پول میدهی، عرق منوشی پول میدهی، تماکو میکشی پول میدهی، زنا میکنی پول میدهی. اکنون گوش کن پسرم، چخیل جنت به پول است. نماز میخونی پول نمیدهی، روزه میگیری به پول میگیری، استغفار میکنی به پول میکنی، چشمت رو از نامحرمان دور میکنی به پول میکنی. پس ای دوست، چرا پول میدهی به دوزخ میروی؟ آیا به پول به بهشت رفتن نمیخواهی؟